آقا این یکی کامنت گفته برج میلاد رو بساز. اوکی اینم از این اوکیه. خیلی خوب اینجاش هم میپوشونیم. اینجا رو هم فکر کنم همین طوری بود دیگه. آره همین طوری بود. بذار آها شیشه رو هم بذاریم. اینم از این. تموم. ریدی بابا ریدی. دو نفر گفتن تکنوبلید بساز. خب اینم از این. اوکی بابا برو گم شو اون ور. به تکنوبلید بی احترامی نکن. گم شو. برای تکنوبلید قلب سیاه بذارین. یکی هم تو آپارات گفته ویلا بساز. برای کسایی هم که نمیدونم ویلا خونه یه که استخر داره. خدای خوب شد. فکر نکن. یکی هم نوشته خودتو بساز. نمیدونم دختره یا پسر، حالا چه فرقی میکنه، جنسیت که مهم نیست، ما فقط باید کارمون انجام بدیم. حالم از خودم به هم میخوره. جدی میفرمایی؟ لطفاً تو کامنت ها چیزی رو به روم نیارین.